کجا میرم؟ میرم سرا پیار خو میرم. کجا برو؟ چره؟ بزی خونه تو چی پیدا میشه؟ خود تعمیر فکر کن از صبح تا شما از سر کوچه بزی سر کوچه سر کوچه بزی سر کوچه. به فکر یک کار غریبی نمیشه که لاغر باشه که یک چیزی به می خونه خوب بستونم. همین رقم زندگی میشه. مردم دیگه مردم هم خونه و زندگی داره. فکر نکشم سایه میشنم. باشه که بشنوم سایه که خبر شد که به خونه تو چیزی پیدا نمیشه. خود تو فکر کن. از این سر موروزه تو مغالم یک دونه برای به می خونه تو بیاوردی. چه کار کنم من؟ تو خبر نداری که هر روز الان میرسم به سر میدان میرم این بر میرم او بر میرم هر جا میرم کار غریبی پیدا نمیشه. چه کار کنم من؟ سر خود بزنم به در دیوالا بگم به مردم پول بدم. چه کار کنم من؟ خونه تو همینه که بتاشا میرم به سر گذر میشینم کار بگیر من نمیای. از کی میبینی تو؟ محمد اومد به مریض سفید میره به سرم گذر کار بگیری میای. تو به می جوانی به می تنه کار بگیر تو نمیای. من میرم تو پرسان کنم. بابا من میگم نیه کار. چه کار کنم من نیه؟ برو که بعد به سرا برو. آخه مثل تو محمد اومد کارگره. تو بیا برو ولی به خونی سکو چی کمی دارم. نه کو بیام اینجا که ما بچم کار نیه و چه کار کنانه. من میرم به خونی پیار کو که تو زندگی من حال جور کنی. تو زندگی من جور نکنی دیگه آمدن فایده هم نداره که من بیام اینجا خود تجربه کنم. چی رمزی عزیزان نادان بیعقل بابا من چاله چایی شدم تا چون میرم دهن با روزه به سر میدون میشینم هرچی میشینم 5 ساعت نفر به کل یک موتور به کل یک موتور میریزم من نمیبرن کسی چه کار کنم چی کار کنم من چه کار کنم من کجا میری؟ اونی داداش خوب بخیری جانو تجاره چی پای گیلا خوبه نه بابا اینا خوبم همه شکر بابا کجا به خونه به خونه بریم خونه بریم خوب برو میرم بریم چه کار داره خیرت باشه چه کار با پرسان نکو برو چه کار کنم من دیگه تا کی بمیرم من می خونه زندگی کنم چرا به این خونه که هسته هیچی اصلا پیدا نمیشه که من پخته کنم بمیره کنم زندگی میشه اصلا همه پیار من خور آگاه نمیکنه که همین دختر من میخونه چی داره چی نداره تا این وقت من بگه احتیاج به چیز نلوازم که من برنج بدی روغن بدی بمیره کنم زندگی میشه برو چه کار کنیم داده راستا شما می جنجالا و میگه خوردن باور کنید دیشه و سر سفره یاد شما کردم مادر ما گفت که دختر کن بیچاره به خانه خود چیزی نداره و سر سفره خود چیزی نداره بچه افطار چیزی داره نداره ما اگه میفهمیدیم روز اول همیگی لگ بند دست شما نمیگیریم اصلا پیار من این کار نکنده میکرده آسی میفهمیده میتادم ما چی فهمیده کدام بیکاری حالا که بفتادیم میگه بفتادیم نه اوگار شدی بفتاد یا اوگار شدی یا حالا می مشکل نداره خیلی باشه بریم ما به خونه بریم من بیام آدم من دیگه نمیرم بابا برو خودی و گپ زن اگه میره که خوش واسه که یک دقیقه بزی خونه نمیتونه زندگی کنه همین رقم زندگی هم راه داره نه همین خونه شما ما چیزی پیدا نشون نه یک دقیقه میشینه شما میفهمونید بفهمونید بگید برای کار کسب برو اگه نمیتونید خرج کن برو مخونه بیا میگه میرم سر گذر اصلا کار بگیر من نمیاد هر جو آدم پیرمرتره اون میره سر گذر توشون کار میکنه خب اگه صبح گلی هم میه ساده کسی اون نمیبره داده به سر کار خالی بچه کار کنم میشه که بمیره که میشه بشوسم و بسازم بریم در سال اسکو کردم بریم سر بریم بازار اگه بچه دیدی بفهمون بگو گناه داره نکن راست میگم زندگی هم کن نباشه بیتره روز داشتم گریه خوبی ها به سر پیار خیریات الخیری جان تجوره چیگا پوه هیچ لو دام بروز یک سر خود گلا گفته کلاب داشتم با چری وقتی که داده با بیام دم سرامو بچم گلا کار نمیکنه دروغ میچم کجا روز داشتم با میام میگه سر گذر مال کسی مثلا کار نمیبره تا روزه بعدا میگه سر افطاری چینی کردم بخوره میگه تا میشه که من زندگی کنم
راست میگی برو. کاش که دفعه اول دادیم باشه. چیکار کنیم حالا؟ بگو تو چیکار کنیم؟ همدا میام میگه گیلاک چیزی بخونه خونده گیلاک کردم بدیدم میگه کار نیه چیکار کنم مردکه من نمیبرم سر کار. حالا گیلاک کجاه؟ گیلاک هم خورزاده خودی بیدک گفتم میرم که دادی تو بیارم میگم خیلی میام کار میکنم گفتم تو برو کار کن میگه تو پول بده که برو کارو خود تیار کنم گفتم 2000 به تو میدم برو چرخ نو خود چیزی خود تیار کن. اگه کار کو بگی راست میگه کاروبار کال فلان نیه او هم حق داره. حالا ما چی بگیم بزو؟ نه تو بگو بگو. ما چی بگیم؟ مجبوریم حالا به می طریق که بفتادیم میگه بفتادی حالا اوگار شدی نه. مجبوری بسازیم. مادر و پیار من لالا. ها مادر حالا به پیار خو میتونه ما چیزی گفته. موی سفید یک گپ زنیم ناراحت میشه. اون اول دیگه میفهمید که این خرج میتونه داده نو خور پیدا کرده میتونه یا نه. خیر حالا کم خیر غم نداره چی نکو که گناه داره. به خاطر خوار خو مجبوری ما چیزی نگفتم ولی فقط چند کلیور نصیحت کردم گفتم نکو کار کو برو زحمت بکش یک کار به خود یا کو برو تو خمک جوشت بفروش بخو. سیکو تو برو به سرا برو به گیلاک بگو برو دم سرا برو من الله برو دامان بر اینجا زنگ میزنم که برای بعدم بار چند روز پرده خور بکنه. حالا که مجبوریم چه کار کنیم به خاطر خوار خو ما مجبوریم. باشه ما به سرا رفتم میگم بریم. بله. حتمی رای کنی. بفهمیدی؟ چتا کنی؟ این فهمیشه که سال 12 ما خرج بدیم. اشتنی عباس خیلیات جان جوره یا راستی خیلیات خورزاده کجا بیده؟ خورزاده ما مال مدار دیپک برم بیام روی به سلا شما ما بیاریم برش تاشی مفته خونوک نخوری ای بر بیار مدار دیپک برم به سلا شما رفت یک بار دادیم هم وقتش بیامد به سلا ما من کل بیارم من این داستان تو دیگه آخر چیکار میشه؟ همین واقعا بگو تا کی می دادیم هم چادر خوب سرخ کنه بیا هردم برای ساعت به سلام که به سلام چیزی نیه گیلاک کار نمیکنه خرج داده نمیتونه چیکار میشه آخر تو دیگه؟ عباس سیکو تو برارم تو که آدم شیاری نام خودت 11-12 سال مثلا برفتی به مکتب رفتی درس بخوندی من می تا آدم نادان بی عقل بی ثمریم برار من میرم به سر میدون میرم اونجا میشینم چیه طلایه میدون بکلیه ترایه نه کال میکنی گاز یالا تو چه بزی کار داری میرم به سر میدون میشینم اونجا هرچی میام یک موتر که میاد استاد میشه کارگر میاد 5000 نفر میرزن به سر کلی مرتکم گاز میگیره رز میده موتر خود میچه میره برات کار خوب من نمیبرم با ما یک دفعه من به سر کار نمیرم این هم یک سره به سلات تبرقه میگم چی دیشب نخوردیم چیزی نون نبیده حق داره دادیمه حق داره دادیمه دم برازه به سر افتار چی نباشه زور نمیده تو از تو که دادیمه خیر ندیده خیر حالا کم گره کده بیام به سلام گفته که گیلاک نمیتونه خرج بده حالا کم بدید ما دروغ چون با کجا میره میگه کار نیه ایتنیه اوتنیه مرد داری برو یک شوی تخمه به خوب بخر جوشتی برو بفروشد هر شونی پینجری به 60 به تو میمونه حالا که از اینکه کار نیه به سر کارگر میره اون تخمه خوبه یا بگی چرخ نو خودت ماشین به خودت یار خیر پول پیانو شاید بده به تو خب پول خب یا پیانو وست به کای فلان و غاز بدن که یک چرخ نو خودت ماشین چیزی تیار کنم بفروشم بابا پیاتو به خاطر که من غریبیم ندارم چی پیاتو به سال یک دفعه خودم گپ نمیزنه تو اگه خیلی مردی 2000 بده که برو من فرقونه به خود تیار کنه سایزی بفروشم و تو اگر واقعا کارگری کار میکنی بیا ما 2000 تو میدم برو کار کن دادیم گوشنا نمونه که با چالی خوب صرف کنه بیا به سلام با گیره کردن به میمونی که ازم حالا تا قیامت هم جا داره دادیمه خب برارم تو پیارتو که پول با منم تو 2000 مردی که بده که برام یک فرقونه بخورن سوزی یا تاشخال چیزی بفریشم لقمه نانه بگیریم بیایه گیلاک دوماد خوربه کردم او در تو گفتم خوب بیا ما 2000 میدم به شرط که تو کار کنی پول در بیاری یکی هم گیلک جو خود شما گوشنگی لورس میرین هم یک سره هم این خوارات من خونه شما میایم چی گپ یک دفعه یک روز دو روز سه روز هم تک میام به هفته های استاده همونجا میشینم چوب کو خواهد بیشنوه دیگه راست میگم خوش به نون خوردن خور نداریم آخر هم زنه نمیفهم اینا همون داده هم علامت نیه اینا رو که نمیگی نیه نه اینا رو نمیگم شما رو نمیگه اگه مار میگی میرو مادر خون میگو نه تو رو نمیگم زبیده گیلاک با خواسته خوب بفهم که با اختلاف نکنه سرک تا پنچه کمه ای چی میفهمه میره ناله میگه مار بیاب کردی تو میگه بفهم دادیم به خرج شما کنیه بیشتر به خرج مونه کم یک سر چطور خوب صرف بکنه ما به سلام مونه بیشتر به خرج خونیه بابا بغل شده بیا اومده به برو سلام قسم مقرب کردی برو نه چی بگفتن به تو ای تو میرفتم من آه
اون نمیاد دادیمه چره؟ نمیاد اگه نون خوردن خلاص داری چی باید تو بیاید برو کار کن شده پیلو کار میگی 2000 پول میدم برای تو. خود 2000 پول میدم حالا فعلا نیه با پیدا میکنم میدم به تو کارا خود تیار کن خیلی ندیدیم از تو ما کجی کجا میری رفه؟ میرم کار دارم رمجون خیلیته هم یک زحمت بکش خو چه کار کنم؟ همی خاره برو جو ببر تا بندم باخچه مامینه که برو بم باخچه دارم وای همین بم تا باخچه بسته کو خاطر بچه‌ها معطل منم از سرگره میرم به گله زده تو جلو میری به گله بدی من خاطر ببرم به طبخچه شما بسته کنم بزنه مر به زمین دست پا بشکنه تا اون مرکی میدارم جنوب وقت میای تا اون مر میری با بیلا که تو ایخ زرگ با خومینزی همال همی خاره سوار شده که دست پا تور بشکستم که ما بیایم تا اون طور بدم اصلا مثل من میتنویر بگیر همی تا پیاده و خودی خوبو برد سوار اگه نشی چه کار میشه یعنی تو جلو بری به گله بدی متنو خاطر بگیرم ببرم تا باخچه شما بسته کنم کعبه تو باجی میرم از اون بیلا فقط به تو میگم کو اوار کو که جیل به تو پول میدم من 20 روپیه به تو میدم ببره می خاره بسته کنم چه کار میشه یعنی نیست به میرات به نو من نکنی نمیبرم برو من خر یک دفعه به زمین زد تا هفت پشتی ما باشی نیه دیگه من پیاده اشته باشم و بالا خر سوار نمیشم سوار نشور ای چوبو تنویر به دست خود بگیرم تا برو هم برا باغچه بلد خودت میره دارم از اونجا خود تو برارم و ببر بسته کو خر خوبا برو به گله بدی برو ما وقت ندارم دیخ نشی برو خب باز اولوها وقت کو میشه با بیا با در باغچه به گدایی به الو گدایی بگو به من الو وقت کو بده باز با معطل میشی وقت میوام میشه وای مفته کو نمیبری خیرات کو نمیبری نه برو جون خاطر بچه‌ها با تا غلا معطل منم از تو مرچی کور خیر نمیبینه برو خر تو به تا باغچه بسته کنو خیر میبینی که نه برو نمیبینی شکه تو شیری چکاره کجا میری مامو؟ سلام علیکم اشتری ماما خوبه سلامتی شکر فضل خدا این خر از کینه که تو سوار شدی حالا میزنه دست پا تو رو میشکنونه ایچی رمضان گفته بگیری خره ببر به صحرا میخو رمضان اشتا آدم بیعقلی یکی خر به دست تو داده چرا خودی نبرده ما چون راستی یک چیز دیگه بله مادر تو بابا خسته بیا خونه مادر اینو چه کار البته چیز میزی به خونه شما پیدا نمیشه نه دادا کوکو تاسون ماما خود تاسون خون میزنه هیچی نگیله و پیار میره سر کار قریبی کار به دستی نمیره ولی سهر شم شما چی ندارین که بخورین سرشون سلاته میخوره سری هم نون چای سکو مامو بله مبری برار خو عباس بگفتم گفتم گیلا کرے کو بدام سر ما یک دامن برینجی بریو بده کو بره پرده شما باشه 5 6 تا مرغ هم بخونه با مادر زور پغار زنگ میزنم که از اون مرغام یک دونه به شما بده ببریم بخونه خو پخته کنیم قال مقال با مادر خو بگو نکنیم خوبیت نداره به پیش می همسایه ابرو خور نرزنیم خاله با خاک کال نداره چیکار کنه وقتی کاربار نباشه همین پیار تو چیکار کنه نیمه امیر با تو میگم تاشون بیچاره میگم میرم به سر گذر کارم بگیر من نمیاد راست میگه آره تام برو خیر بستا کو به سر زمین مستقیم برو به سرا مادر مینو با مادر خو بگو حرکت کنیم بریم به سرا خو بریم بفهمیدی برین جمعه بر شما میدم گوشتم به خوب استونیم بریم به سرا خو بریم خوب برو آستا بری اوش کنی که یک دم نزنی سبق یکم دیگه خر مردم سوار نشه که دست پاتو بشکنه ببینی پری پول به خونه شما پیدا نمیشه که خرج خود بکنی با تو از کجا بیاره دوا دکتری کنه میگم نمیفتم من نمیفتم تو زور تو بمی خر میکشه کجا میشه اداره بکنی میبینی این خر رمو که برارم راستا نمیره اگه یک دم یک گربه سگ به جلوی بیامد کرم کنه تو به تامی چیکار کنه با تو نگاه کو به نظرم از 6 به 2 حرکت کردی حال اینجا رسیدی بری با مادر خوب بگی دیگه دل جمعه هی رنگ تو با خاک یک در بغت تو سیکو نون بخونی نه پیدا نمیشه کارای نر تو سیکو